بچه خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من سپرم از کانال اسکولاباد. بچه ویدیو قبلی که قرار بود بذارمش توی 3 ویدیو هم گفتم نتا خراب بود، چیزه اونم فردا یا پس فردا آپلود میشه دیگه. آره امروز اومدیم سعی کن نخندی با یه مهمون ویژه. سلام کن. سلام. آره من مهدیه. بچه ها برید حتما کانالشو ساب کنید. کانال تو نشون بده به بچه ها. کانال ندارم. کانال داشتی بچه یه پست کردی. نه بابا کانال ساخته بودی که میگفتی مثلا سامورایی اینا. آره من چیزه هیچی ویدیو نداشت. آخر سرم پاک کردی نه؟ دایی. خب بچه ها نمیتونید چنلش رو ساب کنید ولی میتونید درخواست کنید ازش بگی یه چنل بزنه. اونم 100 چنل میزنه من راضیش میکنم. آره امیدوارم از این ویدیو خوشتون میاد. بریم من مثلا نمی کنم ساب، زنگوله، لایک، کامنت هم هرچی دوست داشتید بذارید دیگه. خدا وکیلی کامنتمون نشه. فوش بده گیه راست میگه. ببینم کسی فوش گذاشته براش مینویسم گی. دادیدم اشکال نداره من به اونم میگیرم. الان بچه وضعیتمون رو شما نمیبینید باشه بهتون نشون بدم. ما همین الان همون بودیم بدبختی. آره واسه تصویر رو نشون بدم. گی آکو موافون خیسه بعد چیزه اینجا هم هی داره باد میزنه. بچه هی خونه من داره تغییر میکنه. چرا؟ چون هی میرم سفر نه محمد قدر توری ها با منی. خب دیگه من سفرم بردارم کات میکنیم که بریم ویدیو پیدا کنیم. آره دینه نیرن نیرن خب بریم یوتیوب. نه ما باید سعی کنیم به این کتابا نخندیم. روزی شخصی بی هوا وارد اتاق شد، خفه شد. به یه مسابقات کشتی مخصوص گربه هاست. گربه ها کشتی میگیرن. یه گربه ضعیف و لاغر بود که شرکت میکنه همه رو شکست میده، میره فینال قهرمان میشه. خبرنگارا میرن از گربه لاغره میپرسن که راز قهرمانی شما چیه؟ گربه میگه بسوزه پدر اعتیاد من ببرم. بزنم ویدیو خنده رو. نه تو ویدیوی خب وایس اومده که خب بچه ما ویدیو رو پیدا کردیم. فقط اولین ویدیو اینه. حاضری کسی رو که عاشقشی به خاطر پول خیلی زیاد ول کنی؟ نه چرا پول خیلی زیاد باشه چرا؟ تو دیگه منو دوست نداری. صبر کن برام توضیح بدم. این رابطه دیگه تموم شده است. سیب کیلو 20. داره هنری داره فرستران میخواستم بیام با کفش به راستم زیاد میگم بدبختی یا باز بد بیاد ولی به این حرفا گوش نده باد سر بیاد باز نفتی و من خودتون اوکی بود. ماه آسمونی در شب تارم وقتی که شب سیاهه تو دارم قصد دارم عاشق و در بدرم توی قرص قمرم زد امشب به سرم که دلت رو ببرم. حال و روزم خوب و خوش نیست بی تو ناآرومم به یادت که میافتم نگرانم.
نریسم. آره دیدم. بچه هر موقع که بخندیم یه مدل تنها تو کوچه نیا بچه های محل گفتن عشق منو میرفتن عشق منو میرفتن شب و زرخان دیدم چشام هم خواب رقیبانی و من تاب ندارم افتخار کشور شهرزاد با من یگانه شد آشیانه شد با من یگانه شد آشیانه شد با 12:30 بپاشید بخوابیم. دانشمنده گفتن که 12 شب بخوابی خیلی بر مغز خوبه. اینو بیا برو به اون احبلهی بگو که اینترنت رو از ساعت 1 نصف شب تا ساعت 6 صبح رایگان کرده. الان هم اومدم نشستم تو مپ به در نگاه میکنم. آره اینا رو ول کن. چرا نصف شب ساعت 1 برقم میره؟ تو رو خدا من گرمم تو میپزم. گرمه؟ اینو برو به اون ابلهی بگو که ساعت 1 نصف شب میاد فیوزو قطع میکنه که مبادا ما کولر رو روشن کنیم یه ذره خنک بشه. بابا تو گوگل بزن بهترین اختراع بشر چیه؟ من بابا چقدر میخورین؟ بهترین اختراع بچه گوگل نمیخواد، خودم بهت میگم. محضر طلاق. سلام مردم عزیز، من محمد قلی انقدر آدم بدی نیستم، لطفا منو دنبالم کنین. من فقط میخوام بچه هاتون بره مدرسه. سلام مردم این کومنتارو محمد قلی منطقه معلوم. محمد تو یه بار خندیدی 1 2 عزیز. ببینم هنوز محمد قلیه. آره این ویدیو بچه‌ای که فکر میکنی خیلی زرنگین توی این هوای گرم بری خونه هاتون درساتون رو بخونین که واسه مدرسه آماده باشین. گفته باشم میام و میخورمتون. آره حواستون رو جمع کنین. بچه‌ای که فکر بچه ها امروز میام میخورمتون. حرف منو گوش نمیدین. آره بچه ها امروز میام میخورمتون. حرف منو گوش نمیدین. آره بچه ها امروز میام میخورمتون. حرف منو گوش نمیدین. آره بچه ها من بهتون گفته بودم بچه ها تو حتی زور نمیخوابن، شبم که اصلا نمیخوابن. آدرس رو دارم بفرستین بچه هاتونو میخورم. من بهتون گفته بودم بچه ها تو حتی زور نمیخوابن، شبم که اصلا نمیخوابن. آدرس رو دارم بفرستین. خوابیدی؟ ببینیم خدایی که قبانه. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد قلی آدم بدی نیستم. چند وقتی کلیپ نداشتم داخل یوتیوب. لطفا چنل منو سابسکرایب کنید و منو همیشه دنبالم کنید. من آدم بدی نیستم. من فقط دوست دارم بچه هاتون درس بخونه. همیشه اسم محمد قلی رو بدتر آوردید. محمد قلی انقدر بد نیست. تو رو خدا منو دنبالم کنید تا به همه ثابت کنم که آدم خوبی هستم. بس بلایی که روی سگ مردم ببین سگ
اگه بدبخت رو ببینی. چقدر خوشگل شدی شما. سلام دوستای گل باحالم، وقتتون بخیر باشه. سلام دوستای گل باحالم، وقتتون بخیر باشه. فکر کنید که یه نفر یه همچین حرکتی رو با پولش انجام میده. اولین و دومین فکری که به ذهنتون میرسه محمد گلی چی دوباره ویدیو اول رو بیاریم. بچه‌ای که فکر میکنی خیلی زرنگین توی این هوای گرم بری خونه هاتون درساتون رو بخونین که واسه مدرسه آماده باش. بچه ها امروز میام میخورمتون، حرف منو گوش نمیدین. آره بچه ها امروز میام میخورمتون. خب بچه سعی نخندی دمونه دیگه نمیتونم دیگه. حالم از سرچ محمد گلی. خب بریم مجازات رو بیاریم برگردیم. بود باش. خب بچه مجازات رو آماده ببینید. الان میرم آبم من میارم. نه خودت چو گذاری؟ تو نه. از کجا بود؟ تو یخچال بود. یه گاز باید بزنی قبول و ازای چیزه 3 بار خنده، هر بار 3 بار بخندی خب یه گاز باید بزنی. تو 3 بار خندی منم 4 بار خندیدم ولی فرقی نداره دیگه. 6 بار نخندیدم که گاز دیگه هم بزنم. این شکلی چون این اصلا رنگ پیاز نداره، کلا سفید نیست. پیازش فیج. اینجا شوی گاز بزنم. گاز کوچولو ها. اصلا ویدیو بگیرد دارم. ویدیو گرفتم بچه. آره ببین بچه ها، چون من و ماما اصلا پیاز دوست نداریم یه تیکه یه کوچولو نشون بده. اینقدر جواسید اینقدر هم نیست. اینقدر این 2 تا تیکه است که قرار گاز بزنیم. ماما بر تو بخور. خیلی تو مزی پونده خیلی هم تو نیست بابا. من تو پیاز نخوردم میرسی؟ تو دیگه نخوردی. برو آبو بیار. خداحافظ بابا.